ترکسز آمریکا یه محصول داده به اسم TRX 6 ادیشن آلتیمیت که دیگه همه تجهیزاتش رو داره. میخوایم ببینیم چی داره این هیولا. طولش 90 و تقریبا 5 سانت، خیلی هیولاست، هر چرخش اندازه یه دست منه. 3 تا محور داره، 3 تا دیفرانسیل داره که توی 2 دنده 1 و دنده 2 برای سرعتی رفتن و قدرتی رفتن و دارای 3 تا دفلاک، هم برای جلو، هم برای محور وسط و هم برای محور عقب. حالا نشونتون میدم. یه هیولای به تمام معناست. اینجا هم وینچ داره، نشونتون میدم چیه داستانش. ببینیم چیه. این که رادیو کنترلرش یه ریموت همراهشه برای وینچی که بهتون نشون میدم، برای در واقع کنترل وینچش. یه وینچ قوی هم داره واقعا. اینکه دنده 1 و دنده 2 برای سرعتی شدن و قدرتی شدنشه. این تنظیم در واقع فرمونشه. این یکی چیه؟ کروز کنترلره. یعنی وقتی که داری گاز میدی تو هر سرعتی که تراتل رو نگه داشتی دکمه 3 تو بزن، تو همون سرعت دیگه ادامه میده. حالا با این میتونی سرعتش رو یکم زیاد کنی. اصلا یه هیولا میشه. این رادیو کنترلرش. اینم که بحث دفلاکش هست. حالا اگه شد فضا اجازه داد باش کارم میکنم. این از این داستان. اینو بذارم کنار. توی جعبش این به اصطلاح کیسه هم هست که 2 تا دفترچه داخلشه که من دفترچه هاشو خب طبیعتاً کاری باش ندارم. دوباره یه قسمتی که یه سری لیبل و اینجور چیزا داره. 3 تا آچار الش یا آلنش هستش که میتونید ازش استفاده کنید و اون بوکسی که به صورت صلیبی در اختیار ما قرار میده. کش هایی هستن یا نگهدارنده هایی هستن که برای بار زدن ماشین میتونید ازش استفاده کنید. ماشینا که جای تایراش اینجا هست 4 تا داره، خیلی راحت با این کشا که میبندی ماشین رو فیکس میکنی که وقتی توی محیط های صعب العبور میری بتونی ماشین رو روی باکسش توی در واقع روی کفی نگهش داری. اینا دیگه یه سری لیبل هستن، دوباره برچسبه و این هم در واقع گیره های اضافه‌ای که همراهش هست برای بادیش که میخوای نگه داری. بقیه‌اش هم این چیزای متفرقه هستن. اینا رو بذار کنار. بریم سراغ خود ماشین. میندازم کنار، میرم سراغ ماشین. اول چیکار میکنم؟ تو مرحله اول میام و این برچسبا رو برمیدارم. بعد بازش میکنم. اینم میذارم کنار. اینو یکم ببرم عقب‌تر. خب یه اسپید کنترلر که اینجا داره، من میچرخونمش به این شکل که ببینید. ببین اینجا رو. اینجا موتورش هست، یه موتور در واقع تیتان 21 تی 550، یه موتور بسیار قدرتمنده که گذاشته. اسپید کنترلری که اینجا داره و سروهایی که داره چیا هستن؟ یه سرو اینجا داره برای فرمونش هستش که اینجا قرار گرفته. 3 تا سرو اینجا داره که این سروها خدمتتون عرض کنم که یکیشون برای بحث مربوط به دنده 1 و 2 هستش که با حالت قدرتی پیش بره یا سرعتی، و 2 تاشون مربوط به دفلاک ها هستن که با این سیم هایی که دارید میبینید متصل شده روی گیر بوکس هایی که اون زیر میرا داره. حالا من برمیگردونم ماشین رو از این سمت میکنم تا ببینید. خب اینجا رو نگاه کنید. این هیولا چی داره؟ دیفرانسیل جلو، دیفرانسیل وسط و دیفرانسیل عقب و این در واقع اینجا این سیمایی که شاید برای شما خیلی مشخص نباشه، سیمایی هستن که از سر سرو میان جلو و باعث بحث دفلاک میشن. حالا راجع به دفلاکش هم صحبت میکنم که چی به چی ازش. میلگاردون های بسیار جذابی که از داخل فلزی هستن رو دارید میبینید. از اینجا این گیر بوکسش هست. این میلگاردون اولی که میاد رو به عقب، دوباره اینجا یه شفت میخوره، دوباره میاد وسط و به دیفرانسیل در واقع وسطی متصل میشه و بعد باز یه میلگاردون که به عقبی متصل میشه. دارید میبینید که من تکونش میدم چرخا جابجا میشن، دارید میبینید. و اینم میلگاردون رو به جلو است که به دفعه جلو متصل شده. من باتریشو میذارم
توی دستگاه یه باتری 3 سل یا 4 سل میتونید بذارید. باتریش به این شکل اینجا قرار میگیره توی در واقع کیجی که براش قرار دادن. میذارمش اینجا. آها، اینم که بزنم برو اینجا و اینجا اینو متصل میکنم. من یه تبدیل گذاشتم که XT60 رو تبدیل میکنه به سوکت های ترکسس. این رو البته اول رادیوش رو روشن کنم. قانون دیگه، قانون باید رعایت کرد. رادیو رو روشن میکنیم و بعد اینم از این. خب من اسپیدش رو بزنیم. خب ببین بچه‌ها، این حالت دنده سنگینه. ته سرعتش الان اینه. حالا وای میسم دنده سبک. میبینید که سرعت بیشتر شد. دنده سنگین و دنده سبک. حالا نکنید من یه کاری میکنم. دفلاک ها رو غیر فعال میکنم، آزاد. حالا گاز میدم. اینو نگه میدارم با دستم. نگاه کنید بقیه میچرخن، این میمونه. یعنی هر جا که زوری بخواد وارد شه دارید میبینید با یه پنجه خیلی راحت بدون هیچ نیرویی. دفلاک ها غیر فعال. حالا دفلاک رو فعال میکنم. حالا نگاه چی میشه. این آزاده، این آزاده. چون اولی رو فعال کردم دفلاک اولی فعاله. یعنی این من نگه نکن. یعنی من واقعا نمیتونم. ببینید ماشین میچرخه. مثلا نمیتونم. زور وحشتناک زیاده. جفت با هم میچرخن. میبینی من نمیتونم نگه دارم. دستم داغ شد. خب دفلاک جلویی فعاله ولی عقبی ها فعال نیستن. حالا وای میسم دفلاک عقبی ها هم فعال میکنم. نگاه کنید اینم نمیشه نگه داشت. میبینید تحت هیچ شرایطی نمیشه نگهش داشت. اینم میشه حالت دفلاک کامل. این الان در واقع 6 تا چرخ دفلاکشون فعاله یا 3 محور دفلاکشون فعاله. برمیگردم الان آزاد. ببینید چقدر راحت. و اینم که در واقع میلگاردونایی که دارن میچرخن. اینم سیستم کاریش. دوباره خاموش میکنم اینجا رو. بریم بقیه خصوصیتاش هم ببینیم. البته بذار یه کار دیگه هم نشونتون بدم. میخوام چیزشو نشون بدم، کروز کنترلرشو نشون بدم. الان گاز میدم با این سرعت دلخواهمه. دکمه ست رو میزنم، دکمه رو رها میکنم. حالا با کروز کنترلرش میتونم سرعت رو بیشتر کنم. چقدر باحال. حالا دوباره یه ترمز بگیرم کروز کنترلر کنسل میشه، مثل یه ماشین واقعی. این هم از این داستان. حالا خاموش میکنم برمیگردم. البته فعلا بذار روشن باشه. چراغاش که فوق العاده است. نگاه کنید چه خبره. من یکم دوربین و یه تکونی بدم. به بچه‌ها ماشین رو میچرخونم. چراغای دورش رو نگاه کنید چقدر خوشگله. چراغ دورش رو داره. این چراغ اینجا رو هم داره که حالا میچرخونم میبینید. چراغ های پشتش رو دارید میبینید چقدر خوشگله. و این هم چراغ های عقب که اینجا داره. حالا نور چون زیاده خیلی دیده میشه. و این هم وینچ خوشگلش. حالا وینچش با چی کار میکنه؟ من از توی ریموتش خارج کنم چیزو، دستم نخوره گاز بدم ماشین بره برای خودش. انقدرم زور داره که میره. خب وینچو داشته باش. این وینچش برای آزاد کردن و برای کشیدن. واقعا هم زورش زیاده. اصلا فکر نکنید چیزه خیلی کم زوره. واقعا هم زوره. وینچش هم بلنده تا شاید اندازه یه همین قدی هم بالاتر میره. بعد چیز جالبی که داره یه کلاچ داره که اگه بخوای خارج کنی وینچو بکشی مجبور نباشی حالا حتما با ریموت کار کنی برای چیز آزاد کردنش، که دیگه مثلا میخوای آزاد کنی یه خواهی منتظر بمونی. کلاچشو میتونی بگیری و هر چقدر که میخوای بکشی و به همین سادگی کار انجام میدی. برای کشیدن و برگردوندنش هم که طبیعتا میتونی برش گردون. واقعا هم زورش زیاده. این از این داستان. برگردیم. پس اینم شد وینچش. ریموتش 2 تا وینچ رو ساپورت میکنه بچه. یعنی من میتونم 2 تا کانال داره، یه وینچ دیگه هم مثلا جلوش اضافه کنم. این جلو جای وینچ داره، یعنی من میتونم یه وینچ این جلو هم اضافه کنم. نگاه کنید
این وینچو ببینید چه شکلیه، ببینید وینچ چه شکلیه، پایه هاش و وضعیت اتصالش اینجا با 2 تا پیچ. این جلو دقیقا نقطه ایه که من میتونم یه وینچ اضافه کنم. اینجا میتونی یه وینچ اضافه کنی و اگه بخوای وینچ اضافه کنی خیلی راحت در واقع این ریموته تا 2 تا وینچ رو ساپورت میکنه برای من. اینم از این قسمت. اینجا دیگه چی داره؟ این که موتورش بود، اسپید کنترلرش بود که شما میتونید بهش وصل کنید، سروهای مربوط به دفلاک جلو و دفلاک عقب بود. اینم که مربوط به دنده 1 و دنده 2 بود که روی گیربکسش وصل میشه، گیربکسی که از زیر نشونتون دادم. و این هم در واقع اون قسمتی که کانال هاش هستن برای اتصال برق‌ها، چراغ‌ها الی آخر. این از این قسمت. از نمای بغل هم که میبینید، اینم که بادی کاره که باز پر از چراغ و خوشگله. دارید میبینید این بادی خوشگل و پر از چراغ. یه سیم داره اینجا، از داخل هم بخواید ببینید چراغاش و نحوه اتصال چراغاش. من اگه بخوام وصلش کنم، فعلا سیمشو فقط میخوام وصل کنم. خب چراغاشو دارید میبینید چقدر خوشگل. تو شب واقعا نور دارن، اینا هم روشن هستن. باز میگم نور چون زیاده، بذار من آف کنم این نور رو ببینم. آها باز بهتر شد. خب این چراغ‌های بالا که میتونید ازش لذت ببرید. دوباره اینو روشن کنیم و این رو بذاریم اونجا و ببخشید یکم سر صدا اگر میشه. خب میمونه سیستم تعلیق ماشین که راجع بهش صحبت برش میگردونم که اصل داستان رو از نمای زیر داشته باشیم. اینجوری کار رو داشته باشیم که ببینیم چه جوریه. میبینید هر کدوم به صورت کاملا مجزا هستن. این برای خودش و این برای خودش. اینجوری بذارم که دستم هم تو دیب نباشه. کاملا مجزا، دوب، تکی میتونه جابجا بشه. حالا این هم از این داستان. یکم هم باز میچرخونمش رو به عقب که بخواید از این نما ببینید چجوری سیستم تعلیقش. این برای جفت، و این هم دارید میبینید. این صدا تق و پوقی که میاد چیزاشو نزدم، کلیپرها رو نزدم، این یه مقداری کاورش جابجا شد. دارید میبینید که چجوری هستش. این هم از این قسمت. خب برمیگردونیم کارو به این شکل، میذاریم اینجا. چیزی زیرشه؟ نه. خب حالا این ماشینه که برای خودش مثلا جزء دسته صخره‌نوردها محسوب میشه. میزین اینجوری بذاریش اینجا و بار بذارید. تازه ماشین کوچیکه براش. فقط میخوام قدرت وینچش رو فقط نشونتون بدم بچه‌ها که چقدره. فقط برای دیدن قدرت وینچش میخوام این کارو بکنیم که من این رو میذارم اینجا و بعد نگاه کنید این ماشین الان چرخاش نمیچرخه به این راحتی، زور میخواد. میبینید جمع کرد کلا کارو. اینم قدرت وینچش. اینم از این. خب اینم ترکساز TRX6 Ultimate که دیدید چه چیز هیولایی، واقعا زورش زیاده. حالا سعی میکنم یه سری کلیپ راجع به اینکه چقدر زورش زیاده بسازم، الان تو این مسابقه نمیشه. یعنی واقعا شیب 60-70 درجه راحت میره بالا، بارم سنگین بذاری روش باز میره بالا. واقعا هیولاست و زور زیادی داره. ارزش خرید داره حدود 4000 درهمه، 40-50 میلیون تومان در واقع هزینهش میشه به تومانی بخوای در نظر بگیری. حالا چون قیمت اونوریش حدود 4000 درهمه و میتونه این قیمت نوسان داشته باشه، نسخه آلتیمیتش در واقع این قیمته. این نوسانی که میگم داره ممکنه داشته باشه به خاطر ارزش ریال هست که کم و زیاد بشه. 40-50 میلیون تومان این نوسان است که البته این قیمتی که اگه از اونجا مستقیم بخرید. طبیعتا این ماشین بیاد داخل ایران زیر 70-80 میلیون تومان شاید معامله نشه. اینو قطعی نمیگم، ولی از اونجایی که مثلا یه ماشینی که اونجا حدود 30 میلیون تومان بود، 40 میلیون تومان بود توی
دبی توی ایران همون ماشین داره 50 میلیون تومان 60 میلیون تومان ارائه میشه، وقتی این ماشین اونجا 40 میلیون تومان الا 50 میلیون تومان پولش میشه تبدیل کنی بیاد ایران، خب 70 80 میلیون تومان قیمت میخوره. ماشین خیلی هیولاییه، شاید به راحتی توی کشور ما هم گیر نیاد. ارزش خرید 100% داره اگه آرسی باز باشید. دمتون گرم، نظرتون رو بنویسید.